ما کجا رفتیم؟ اون یه در باز داشت. منم پیادهشم بیام، در بسته است. میتونی پیادهش بریزه تو خونه، میتونی پیادهش بریزه تو خونه. شدید غیر از افیای حکم تیرش صادره. صدا ماشینش میاد، یه ماشین هم اینجا داره، بوگاتی. راه سنبه زیاد داره دوستان، تیمی اینجا برید 100 تو. تا در داره. دارم میگم تیمی برید تو. یک برو همه برید همه. قفل برسه. قفل ماش. اینو خب الان ما چجوری ریدیدش من یه همش چیز نبودی قفله. نمیتونی در واقع. باید در زیاد به این خونه، یکیشو بگی. شاتفایر شاتفایر برای چیه؟ از سمت نیروهای ما نیست. بیرون شات فایر برید ببینید کجاست. ماشینشو مشخصه ماشینشو دیگه بیا دنبالم از بکشون بریم. ماشیناشونو دارم میبینم، ماشیناشونو. نشید بچه ها. ماشینشون تماشیگی دارن یه سری لنگکروزن. لنگکروزای حالت کرمتو رو مشی. یه لنکروز، یه دونه اگه اشتباه نکنم یه ماشین سنگین. اوکی آقا اون ماشین هم اسلحه دزدیده بودن. بزنید آقا ماشین هم اسلحه بزنید دنبالش. برید سر سوار ماشیناشید. الکس وایسا من اینو ایمپاند نشونم. وایسا ایمپاند نشونم. موقعی که باشون بودی برای ریدشون، اینا موقعی فرار یا پایگاه دوم چیز دیگه ای نداشتن برام اونجا باید مهم بشن؟ پایگاه دوم به اون صورتی ندارن. پایگاهی ندارن. رادیو چی؟ رادیو هم نداشتن؟ رادیو چرا؟ یه رادیو هم فرکانس‌های 141 تا 142. ولی ازش استفاده نمی‌کردن رادیو به اون صورت. ازت نمیده. ایمپاند نمیشه. تو با این برو من با این میام. من رادیو هم داشتم ولی ازش استفاده خاصی نمی‌کردم. فرکانس‌های 141 تا 143. من یه بار بادی کمم چک کنم دقیقاً چه فرکانسی بوده. دوستان ماشیناشون مشخصه دیگه، یه ماش لنکروز مشکی رنگن، ماشین گندهشون هم مشخصه. حتی کرم هم هست، لنگکروزای کرم رنگ هم هستن. به اون سمت نرفتن ها. فقط بگم یک ماشین که حاوی کلیگانه همراهشون یک کامیونه. تا یه گنگ دیگه دزدیدن. اینوری رفتن، اینوری دنبال رایوت بیاید. لنکروز دیده شد، لنکروز مشاهده شد، دارم میرم دنبالش با رایوت. ماشینشون دیده شد. رم بده ماشین، رم بده. به کامیون با رایوت هم میدم ولی خیلی رم بده اگه میتونی. ماشینم نمیده. دمت گرم. نه دنبالش رای پر دنبالش. آروم باش الکس. وایسا ببینم. ریاض اگه میتونی بهش راحت بگه که گرش کن. بهش بیایی بده گیرش بزنی. میتونی باکسش هم بکن. پیام توی تبل لاستیکاش هم میتونی. خودتون اشکی بده. اصلا طالبان بچه ماشین رنگونش رو به یک مونه بلند کنید بومش نست. لنفور هم رایوت دنبالش. سیوی باید بیفته دنبال هم ماشین سنگین ولش هم نباید بکن. فقط سرعت ماشین و ماشین هم بیشتره، من یه ذره عقب میکنم. اوکی آقا من سر میرم با ماشینای دیگه الان میام. لنفور بدونم رم بدم. من دو دیگه رو بدم فرام من رم میدم. برید. آقا فقط داخل ماشین دمیج رو دمیجش کردن تا
زیادی خوردی دارم ابا فقط خودش شب نکن صاف میشه خودش رایوت یکی هم هم ماشینش لاستیکاش رفته یکی هم لاستیکاش رفته رایوت هم ماشینش بنزین نداره ممکنه هم لحظه خاموش کنه کرش کرد فکر نمی پرسیدم لاستیکات راش رفت راش رفت رویت برو بلاکش کن رویت تنفوره ماشین بنزین نداره میشه بچه های خوبی دمونه بعدم بشید من بنزین ندارم رایوت حرکت نمی‌کنه برید لاستیکاش جفت همش رفته برید دوستان رایوت خاموش کرد بنزین نداره مورد این دنبالشونم ماشین سیویل سواری بیلم آقا فهم کرش تیمش پیاده دانه تمام انشالله منطقه رو کاور کن دانه بنازم ماشین سلاحاشون دستمونه چرا چک کن کلی محموله اینجا هیچی تو رو خدا بشید آقا بس آقا ماشین رو ایمپاند میکنم پشت ماشین نه پشت ماشین وای ریدم پس کله پشت ماشین این پاک نکرده کسی یه دقیقه Oh shit. Here we go again. اینجا سیفه اگر کدو برسون با دم در پارکینگ کاوریم تا بیای تنفاره دارم تنفوره یه لنکروز دیگه هستش یه لنکروز زدیم با ماشین گاناشون ببین در کل الان 3 نفر تا 4 نفرن یکی رئیسشونه یکی خود رئیسشون خیلی مهمه رئیسشونو حتما آره، من باید آندرکاور لنکروز رو دنبال میکنم نه نکن خطریه ببین الان ما ریکو زدیم امیرم زدیم یه امیر نامی هم جلوشونه ببین فهمونده رئیسشون رئیس. خیلی مهمه ما بریم شک دارم دنبال رئیس همون اولی لنکروز بسم کاری بیاد ما بریم دنبال لنکروز همه بیاید پارکینگ فدرال در من بیت کاور کنم گروه سنسیکس محموله رو. بجاداسته من دارم سری بک میدم استشن ماشی بعد دشمن کارو نیستم سلام بذار من این بیلبول پاپی که بابا برداشتم آقا بذارید هم. بنازم بذار منم خیلی حاجی خیلی حاجی حال داد. منطقی آقا به من نیست. افتخار بهشون کنید پس به من بدیم. افتخار کنید به من افتخار کنید ببین امروز ببین میرم الان میشینم صندلی چی به من صندلی بکنید. لنکروز سیده شد این صندلی کجا میری؟ شات فایر بدید خب لنکروز رو میبینید Hello, motherfucker. خب دیگه لنکروز نشون چون هم شد دم در افیو دم در بهش برمیگرده داره میزنه منو نزنید داون من میرم دنبالش من میرم لنکروز ماشین انجین دارم سیتزن چرا میزنی؟ فکر کنم این رئیسشونه اینه که خود باشه لنگ برمیگرده کاور کن من فردا سرچ بانشو بردارم برم کیتون بکنم پیستول شما رو برمیدارم گوشی شما رو برمیدارم گوشت رو برداشتم حالا میتونیم به خیلی کانتاکت دستی داشته باشیم تنفور گوشی داشته باش ما دنبال چیز میگردیم سلام خوب هستین دوست عزیزمون ما رو دی ام کردن اوه دیگه مطمئنی؟ آیدی 50 بله Ain't go give me. Ish. عزیزم کسی بنده رو میشناسه؟ نه جان هیچ کدوم. بادی کم تو رو میشناسه سلام بادی کم فقط آره همین که بادی کم میشناسه فقط بادی کم میشناسه اوکی اون که مشکلی نیست فایلامون میشناسه بسیار عالی الکس عزیزم درود به تو و آرپی زیبات من هنوز نمیدونم چجوری تو زور خونه منو گیر آوردی
نه تایمی که برگشتی من از اونور با ماشین اومدم دنبال، ولی حواست نبود اصلا. با ماشین ادمینی هم اومدم دنبال. خب غلام استشکار ادمین. نگاه کن. بابا داستان زورخونه چجوری فهمیدی؟ رمزی حرف زدن چون چی تو حرف نزدم. فقط پیش امیر حرف زدم. توضیح میدم. آقا ولی حال داد. خوشحالم از رید داشتم خفنی تا الان بنده رو چرا؟ ندیده بودید، اصلا نمیشناختید. فقط آقا حمید و آقای ماکارو بنده رو میشناختم. جناب رئیس هست. من ویلبر میلرم، بچه اونرش دارم. خوشحالم که به این شهر رسید. دمتون گرم. مرسی که پلی میدید. یه سوال، یعنی الان من اونر شهر رو ویدیو کردم؟ دقیقاً. ولی مشکلی نداره. من میام آرپی میکنم، کلا از هیچ چیزی استفاده نمیکنم، سعی میکنم با خودتون همیشه. حالا دیگه الان شما منو شناختید، من مهره سوخته شدم. لعنت. ولی الکس عزیز خیلی زیبا بازی کرد. واقعا لذت بردم لحظه به لحظه. شما با کسی که در ارتباط بودی الکس چون محمد رئیس بود، رئیس سایت بود و من هم معاون بودم. امیری هم که دیدی از بچهای ادمین. ای لعنت به ولی همتون. خب باهاتون چیز کردیم، واقعا اورپی کردیم. از فکر کردم فقط خودت بودی. نه اون داستان زورخونه رو فقط امیر گفته بودم. از هیچ آیتمی اون استفاده نکردیم علیهتون، دسترسی، فیکس دادن، هیل دادن. نخواستیم که یه آرپی قشنگی باتون داشته باشیم. ولی واقعا دمتون گرم، هم بچهای خلاقی هستید. حالا تک و توک دارم کم کم آشنا میشم باهاتون. دم ماکارو گرم با این تیم. آجی همون لحظه اول که اومدم دم اسکلیدم بغل گانشات وایسیدی فهمیدم. آره من اصلا به این دلیل اومدم سمتت چون روی مپ من دارمت که شما جزء اف بی ای همه ارگان، البته فرقی نداره. Oh shit. Here we go again. Hello, and welcome to the Los Pollos Hermanos family. My son Ambrazo, solo McClone. What?